درود دوستان گل، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. داخل این ویدیو ماکرو خیلی خفن براتون آوردم که میتونید بزنید پرواز کنی. دوستان این ماکرو پسورد دو رقمی داره که داخل ادامه ویدیو این پسورد رو بهتون میگم، پس آخر ویدیو با ما همراه باشید. دوستان از گیم پلیش براتون ضبط میکنم و روش یه موزیک ملایم قرار میدم که شما ببینید تا اشغال کنید. بریم یه گیم پلی از این ماکرو خیلی خفن داشته باشیم. دوستان پسوردم به صورت متنی داخل گیم پلی هستش. خب دوستان بریم برای آموزش نصب این ماکرو خیلی خفن. برای نصب این ماکرو وارد چنل تلگرام من میشی، فایلی که قرار دادم رو دانلود میکنید، بعد میای داخل زد آرشیور بخش دانلود ها بخش تلگرام و بچه‌ها روی ماکرو جدید کلیک میکنید. یه پسورد دو رقمی ازتون میخواد که داخل گیم پلی بود. بعد براتون که فایل باز شد پسورد زدین میزنید باز کردن، برنامه ماکرو رو کلیک میکنید رو برنامه ماکرو. برنامه‌شو نرین فایل اسمش داخل چنل تلگرام قرار دادم. دوستان کسایی که انتی منیجر دارن پاک کنن حتما، بعد بزن روی ماکرو چون میره داخل انتی منیجر. بعد بچه اینجا میزنید وارد کردن ماکرو. اینجا یه پسورد جدا هم ازتون میخواد که پسورد 3 میزنید و میزنید بچه تایید. همه تاییدیا رو بهش میدین. بچه اینجا میبرتون داخل تنظیمات که باید بهش تیک و فعال بهش بدین. فعالش میکنید و بچه بعد وارد برنامهش میشید. بعد که شدین بچه اینجا میتونید خاموش روشنش کنید. من روشنش کردم، چند ثانیه طول میکشه آیکون بیاد. اومد. بچه اولی که تنظیمات یه بار روش کلیک میکنید. دیدی بچه یه گزینه پایین نوشت، این برای ایمتونه. این بچه که بزنید روش اینجا بچه براتون چند تا گزینه میاره که خودتون دیگه تست کنید کدوم ها بهترن. بین این 4 تا خودتون تست کنید. من دومی زده بودم. و بچه اینم که عکس کاراکتره که پشتش هم یه آلبوم قرمز داره، روش کلیک بازم لرزش این براتون فعال میشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه دوستان. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدای بزرگوار میسپارم.